یک موضوعی است ولایت تکوینی. ولایت تکوینی، اعتقادی که نو به ولایت تکوینی دارن یعنی چی؟ یعنی ائمه اهل بیت، امامان اینها 12 امامشون ولایت تکوینی دارن. ولایت تکوینی یعنی چی؟ یعنی از وقتی که خلق شدند در آسمان ها، قبل از اینکه رو زمین بیان، اینها امام بودن، علم غیب داشتن، معصوم بودن. همه این صفاتی رو که برای ائمه در وقت امام بودنشون در روی زمین قائل هستن، اینها از وقت تکوین اینها، از وقتی که اینها نطفه بودن تا وقتی که اینها در روز ازل خلق شدن، همه اینا رو دارن. این اعتقاد شیعه است، ولایت تکوینی. خمینی هم این حرف زده، کافی کلینی هم گفته، غیره گفتن. همین حرف قزوینی بهش افتخارم میکنه. ببینید ما عقیدمون این هست، اگر شما همچه عقیده ای ندارید ما معتقد هستیم همان گونه ای که بزرگان ما، مراجع ما و ارکان دینی ما بیان کرده اند. اینها برای شما عرض کنم به تعبیر مرحوم اصفهانی که از فقهای بزرگ شیعه هست، هم فقیه هست، هم اصولی است، هم عارف، هم فیلسوف، میفرماید لهم الولایت المعنویه و السلطنة الباطنیه علی جمیع امور تکوینیه و تشریعیه نظیر ولایته تعالی. برای ائمه علیهم السلام ولایت تامه تشریع و تکوین قائل هستیم و این هم برگرفته از ولایت خداوند تبارک و تعالی هست. یعنی چی؟ یعنی این امامان از وقت که اسم اینها بوده، رسم اینها بوده، اینها معصوم بودن، علم غیب داشتن، امام بودن. بعد بر همه ذرات کون اینا چی دارن؟ ولایت دارن. این اعتقاد این هست که افتخار میکنه. در برنامه دیگه یک مجری فضولی داشتن اینها، آقای کیانی، قائم مقام شبکه ولایت، ایشونو نمیدونم به خاطر همین فضولیاش بیچاره رو اخراج کردن، چه بلایی سرش آوردن نمیدونم، مدتی از غیبش زده. ایشون یک سوال جالبی میکنه توی برنامه، بشنویم با هم. پرانتزی همینجا باز بکنم رو نکته اول. ببینید نکته‌ای که حضرت علی فرمودید خب نکته قابل توجهی است. یعنی این که ائمه اطهار و پیامبر و معصومین علم غیبی رو داشتند که این علم غیب از طرف خداوند بهشون عطا شده بوده و اطلاعاتی رو داشتن، ولی دستوراتی هم در کنار این علم غیب داشتن که باید این دستورات رو عمل میکردن، هرچند میدانستن در این کار ضرر و زیانی هم به اونها وارد میشه. چون اون دستورات رو داشتن باید به تکلیف عمل میکردن و این عمل به تکلیف هم باعث میشه که اونها متفاوت با بقیه باشند. اما یک نکته جنبی وجود داره و اون این هست که مثلا فرض بفرمایید که ما میگیم حضرت علی علم غیب داشتن، در شبی که ایشون رفتن جای پیامبر خوابیدند. خب اگر ایشون علم غیب داشتن میدونستن که هیچ آسیبی به ایشون وارد نمیشه. پس این چه فضیلتی است که ما بگوییم که حضرت امیر رفتن در جای پیامبر خوابیدند و پیامبر از خانه بیرون آمدن، ولی در حالی که حضرت امیر میدانستند که خب هیچ آسیبی نمیبینن، هر کس دیگه هم میدانست، میرفت جای پیامبر میخوابید. این رو به بنده بفرمایید که این رو چطور میشه با این قضیه جمع بندی کرد؟ اولا در اینجا چند تا جواب هست. یکی این که اون زمان امیرالمومنین هنوز امام نبودن. بله. اون علم غیبی که برای هر امامی هست این مسئله نیست، این کاملا برای شما عرض کنم جداست. حضرت علی در اون شبی که در بستر رسول الله صلی الله علیه وسلم خوابید، شب اجرت، علم غیب نداشت و اون موقع امام هم نبود. یک طرف میگن ولایت تکوینی و یعنی ولایت تکوینی که داره یعنی بر همه ذرات کون، بر همه چیز که مسلط هست. خب قضیه علم غیب یکی از ابجدیات این کار است که باید ایشون داشته باشه که اون شب نداشته و حتی امام هم نبوده. جای دیگه در برنامه دیگه یه حرف جالب دیگری میزنه، اونو با هم ببینیم، خیلی جالبه. یکی از شیعیان میاد خدمت امام صادق سلام الله علیه، میبیند امام صادق کنار یه گهواره‌ای نشسته و داره با کودکی که در گهواره است امام داره حرف میزنه
این شیعه براش خیلی تعجب آور بود که امام داره با این کودکی که در گهواره است حرف میزنه. عرض کرد یا ابن رسول الله، این بچه در گهواره مگر صحبت شما را میشنوه و متوجه میشه؟ حضرت فرمود بیا جلو، خودت با این بچه‌ای که در گهواره است سخن بگو. اومد جلو، سلام گفت. این کودک در گهواره جواب داد و به این شیعه برگشت گفت که تازگی ها خدا به توی دختری داده، اسم این دختر رو همیرا گذاشتی. همیرا نامی است که خدا دوست نداره. چرا بچه شیعه را اسمش رو یک نامی انتخاب کردی که مبغوض خدای عالم هست؟ این شیعه براش خیلی عجیب بود، جا خورد که این بچه‌ای که به قول چند ماه بیشتر نیست در گهواره جواب داد، از اون طرف خبر داد که این دختر شده، اسم دخترش چیه؟ امام صادق عرض کرد یا من رسول الله، اسم این کیه؟ گفت این فرزندم حضرت موسی بن جعفره، امام بعد از من هست. بعد در همونجا حضرت فرمود که از این دختر، از این فرزندم دختری برای شما عرض کنم خدای عالم خواهد داد که او در شهر قم و شهر فضیلت دفن می شود. به اون روایت مشهور که به شفاعت او مردم وارد بهشت میشن. متوجه شدید؟ یک روایت میگه در یک برنامه میگه که ولایت تکوینی داره و افتخارم میکنه، تحدی هم میکنه. در جای دیگه میگه که حضرت علی امام نبود، علم غیب نداشت، در اون موقع در بستر پیامبر خوابید. علی بزرگ، علی اون وقت جوان بود، یعنی بزرگ بود، سنش شاید دقیقا نمیدونم شاید از 23 سال که بالا باشه. بعد جای دیگه میگه که امام صادق موسی بن جعفر کودک شیرخوارش داخل گهواره علم غیب داشت، از اسم دختر یکی از شیعیان که همیرا گذاشته بود ناراحت بود و بهش خبر داد و در همین روایت که در شهر قم یکی از دختران اینها دفن میشه و حضرت معصومه به اصطلاح که این شهر الان که اومدن فضیلت به تراشن اینجا برای شهر قم و برای خودشون، ببینید که چطور دروغ سر هم میکنن، تناقض در تناقض. این معما رو شما حل بکنید، واقعا یعنی افلاس این آخوند بدبخت رو نشون میده، افلاس این قزوینی رو نشون میده.